در سوره هود والله اعلم قصهش میگذرد. خداوند همین قوم شعیب از حساب همین کم زدن ترازو خداوند نابودشون کرد، همشون نابود کرد. ابو هریره میگوید بار من از یک کوچه میگذشتم، حضرت ابو هریره، نگاه کردم که یک زن در شیر آب میریزد. گفتم ای مادر این چه عمل است که تو انجام میدهی؟ گفت بسیار فقیر هستم. ای دوستی خدا گفت میخواهم که همین اندازش از زیاد کنم تا که امروز یک پیسه زیادتر پیدا کنم تا زندگی من بهتر شود. ابو هریره غمی او نخوردن، گفتن ای مادر وای به حالت که همین کاسه شیر را خداوند روز قیامت در پیش تو میگذارد و به تو امر میکند که شیر را از آب جدا کن. جدا کردن میتوانی؟ نمیتوانی. المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یخونوه ولا یکذبوه. کل المسلم علی المسلم حرام عرض و مال و دم. پیغمبر خدا میگه مسلمان برادری مسلمان است. باید مسلمان خیانت نکند، باید مسلمان دروغ نگوید، باید مسلمان خار نکند. پیغمبر میگوید که آبروی مسلمان بر شما حرام است، مال مسلمان بر شما حرام است، حق او بر شما حرام است. مادام حرام باشد وای برادری تو باشد، این چی گونه مناسبت است؟ در دوره های پیغمبر میگوید یک صحابه بود به نام جلیل جبری، بار غلام خود امر کرد که این غلام گفت رفته گفت از بازار برای من یک اسب بخر. اون خدمتگار آمدن، جلیل جبری را خدمتگارش آمدن یک اسب خوبی را دیدن، گفتن چند ارزش دارد؟ گفتن چند میخری؟ گفتن چند ارزش دارد؟ گفت 400 درهم ارزش دارد. گفت بنشگیر نزد مولای من میرویم و حق پول شما را مولای من میدهد. مسلمان ببینین وقتی که این خدمتگار همراه این فروشنده به نزد سردار این خدمتگار آمدن، خدمتگار به اسب نظر کرد، گفت به چند میدهی؟ گفت 400 درهم. گفت دوست می‌داره که من 500 درهم به تو دهم. میگوید این فروشنده حیرت دماندن، گفتن 600 درهم به تو میدهم. گفتن من تعجب میکنم، در عمر خود یاد ندارم که خریدار نرخ را بردارد. گفتن اگر بر من اجازت دهی من به تو 800 درهم میدهم و این اسب را از تو خریداری میکنم. قسم به خدا گفتن این اسب تو 400 درهم نه بلکه در بازار ارزش 800 درهم را دارد و من با پیغمبر خدا عهد بستم که در هیچ معامله نادرست رفتار نمی کنم، عهد شکنی با پیغمبر خدا نمی کنم. ببین چگونه عهد می بستند، چگونه یک غم مسلمان می خوردند. این است برادری. امروز ما و شما حقش هم می زنیم، باز مال ما نقص دارد، نقص مال هم بیان نمی کنیم. نمیگیم که همین مالی ما نقص دارد، بلکه چی میگویم؟ از اون برادران نخر که از اونا عیب دارد، از من بخر. امروز حال بازار به همه ما و شما آشنا هست، لیکن خوش به حال همون برادرانی که انصاف دارند، خوش به حال همون برادرانی که سودای درست میکنن، حق برادرشون نمیخرند. انشاءالله همون کمی که شما میابین همون کم برای شما در روز قیامت فایده آور است از اونی که تو امروز 100 سامان میابی لیکن فراموش نکن که وای تو آرام نمیخری. اون حق برادر چیزی نیست که ترا آرام گذارد، یا کثافتی وای در خودت میزند، یا در عائلت میزند، یا در فرزندت میزند، یا در مالت میزند. اینش هم فراموش نکن. داملای محترم، در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردن و گفتن که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش امین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی بین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها، همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای نرم هست؟ وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای ترسان به سوی خداست؟ اگر وای از خدا می ترسید وای عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشین. و این خواهری که از ما التماس کردند که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنید مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختری تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روحی تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودی بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستری شیطان چرا خفت. چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صد سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدند. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی اونها به شهادت رسیدند، چه عذابها کشیدند. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنند، تو را اینها ملامت میکنند. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و یا از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موسفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردم با حیا
آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرف‌های که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنن نه خورده میتوانند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پوشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورة، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است، این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردد، پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکند. السلام علیکم استاد عزیز حاجی مرزا، خداوند عمر شما را 100 ساله کند و فقط در راه خدا خدمتگار باشید و فقط حقیقت را بیان کنید. از روزی که شما امر معروف میکنید خیلی بهبودی ها در جوان پسرها و دخترها پیدا شده است و ما با شما افتخار داریم. من چند بار در خانه امان مهمانهای رهدوری را قبول کردم که خاصه برای دیدن شما آمده بودند. اکای حاجی، من سوالی دارم. بعضی از جوانهایی که زن دارند نزد یکدیگر خانه‌داریشان را خبر میدهند و آنها نماز جمعه میخوانند، آیا گناهگار نمیشوند؟ التماس جواب درست و پرره گویید. یعنی این برادر از ما سوال کردند که بعضی از جوان دخترها و جوان پسرهایی که خانه‌دار هستند خانه‌داریشان در بین یکدیگر حکایه میکنند، یعنی چگونه با زنهای خود هم خوابه میشوند، چگونه با شوهرهای خود هم خوابه میشوند، اینها را بین یکدیگر حکایه میکردند. آیا این گناه است یا ثواب؟ پیغمبر خدا میگوید، گوش میاندازیم که حدیثی هم مسلم است هم ابو داود است. ان شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة الرجل یفض الى المرأة و تفض الیه ثم ینشر سرها. پیغمبر خدا گفتند بدبخترین و بدترین مردها و زنها همان مردها و زنهای هستند که کار شب خود در بین یکدیگر حکایه میکنند. اینها بدبخترین و پسترین زنها و مردها به حساب میروند که نزد یکدیگر از خواب و خیز خود باز حکایه میکنند. باور که از این ده بی‌حیایی وجود ندارد. نخواد که مثال مرد در پیش یک مرد دیگر چگونه با زن خود خواب میکند حکایه کند. این بی‌حیایی است. نخواد زن در پیش زن با شوهر خود چگونه هم خوابه میشود حکایه کند. ابو هریره میگوید بار پیغمبر خدا نماز خواندند و بعد نماز که در مسجد میگوید زنها هم بودند مردها هم بودند. پیغمبر پشت کرد، میگه پشتشان به طرف محراب گردانیدن، روی به سوی مردم گردانیدن، مثل که من با شما نشسته هستم. گفتند ای مردهای امتی من، آیا در بین شما مردهای وجود دارد که همخوابگی خود در بین مردها حکایه کنند؟ ابو هریره میگوید این سوال پیغمبر کردند، تمام مردها خف ایستادند، خاموش ایستادند، کسی از جا نخیست. باز اعلان کردند ای زنهای امتی من، زنها هم در مسجد بودند، ای زنهای امتی من، آیا در بین شما کسانی هستند که چگونه با شوهرهای خود خواب میکنند در بین زنها حکایه کنند؟ میگوید ابو هریره میگوید از بین دخترها دختری کعاب سری زانو خیست و گفت ای پیغمبر خدا، قسم به خدا که در بین زنها گفت زنهای وجود دارد که سیری خدا، همخوابگی خدا
در بین یکدیگر حکایه میکنند و قسم به خدا در بین مردها هم وجود دارد. گفت پیغمبر گفتن اگر گفت این معامله در بین شما باشد، تصور کنید که مثال شما به چی مانند است؟ به مثالی که شیطان در بین راه با زن خود همخوابه می شود که تمام مردم آنها را نگاه میکنند، چند قدر گناهگار می شوند. انم شباهت شما، تشبیه شما، مثال شما مثل همون شیطان نر و شیطان ماده است. گفت بسیار بد است، بسیار ناخوب است که انسان سیری خدا، همخوابگی خدا